یه وقت یه معلمی سر کلاس وای میسته میگه بچه ها حواستون اینجا باشه، بچه حواسش جای دیگه است، معلم رو نگاه هم میکنه حواسش جای دیگه است. هی خدا اون بالا وایستاده میفرماد بنده من به من توجه کن، تو نماز حواست جای دیگه است. اما حسین میدونی چی کار میکنه؟ مثل اون معلمیه که میاد پیش دانش آموز، صورت دانش آموز رو میگیره، میگه عزیزم به من نگاه کن. بعد میری تو روضه حسین فکر مشکلاتتی، میگه حل میکنم اونا رو برات. ول کن، ولشون کن، به من نگاه. حسین دست از من بر ندار. به خدا مبالغه نمی کنم، نگه میدارم، من نگاه کن.